امروز استراتژی بر اساس 2 تا اندیکاتور با تنظیمات عجیب رو بهتون میگم که نتایج اون خیلی جذاب هست. استراتژی که وین ریت بالای 70% داره و کمک میکنه سیگنال های اشتباه تریدینگ رنج رو دریافت نکنیم. این استراتژی برای همه تایم فریم ها و همه بازارها از جمله فارکس، کریپتو، طلا و سهام عالی است. توصیه میکنم این آموزش رو از دست ندید چون نکات بسیار مهمیه. لایک رو بزن و بریم سراغ این استراتژی جذاب. استراتژی که امروز در خدمتتون هستم رو یکی از دوستان هول و هوش 2-3 هفته پیش برای من ارسال کردن. استراتژی که وین ریت بسیار خوبی داره و سودآوری بسیار خوبی رو برای این دوستمون داشته و من عمدن اومدم نمودار یورو به دلار رو براتون انتخاب کردم توی تایم فریم 5 دقیقه‌ای که یک محدوده میشه گفتش که تریدینگ رنج رو داشته باشیم و ببینیم عملکرد این استراتژی به چه شکلی خواهد بود. همینجا هم از همه دوستانی که استراتژی ماموریتی خودشون رو برای من میفرستن یک تشکر ویژه‌ای داشته باشم. دوستانی هم که تمایل دارن استراتژی ماموریتی خودشون رو برای من بفرستن، آیدی تلگرام خودم رو توی کپشن قرار دادم. اونجا میتونید با من در ارتباط باشید. خب اولین کاری که انجام میدیم کندل های خودمون رو تبدیل به هیکل‌نشی میکنیم. باز هم تاکید میکنم خود من هم در جریان هستم که کندل هایی که هیکل‌نشی به ما میده، برای مثلا قیمتی که الان وجود داره، بید و اصلی که اینجا هستش، با خود کندل یک مقدار اختلاف داره، ولی این اختلاف قابل توجهی نیستش. خود من به شخصه با کار کردن با کندل های هیکل‌نشی خیلی راحت هستم و روند بازار رو خیلی بهتر میتونم با دیدن کندل های هیکل‌نشی تشخیص بدم. خب بریم سراغ اندیکاتورهایی که قرار هست اضافه کنیم. اولین اسیلاتوری که اضافه میکنیم مکدی هست. موقعی که اسیلاتور مکدی رو اضافه کردین، صبر کنیم لود بشه، بایستی تنظیمات اون رو تغییر بدیم. همینجا توی بخش استایل ما میایم هیستوگرام رو تبدیل به اریا میکنیم و مکدی و خود سیگنال رو برمیداریم. به بخش اینپوتس میریم، فست لنگث رو تبدیل به 34 میکنیم و خود اسلو لنگث رو ما تبدیل به 144 میکنیم و اوکی رو میزنیم. خب دومین اندیکاتوری که اضافه میکنیم RSI هست. RSI رو به چارت اضافه میکنیم و اون رو هم باید تنظیماتش رو تغییر بدیم. RSI لنگث رو تبدیل به 2 میکنیم و بقیه تنظیمات رو دستکاری نمیکنیم. به بخش استایل میاییم، RSI آپر بند رو روی 95 قرار میدیم و لور بند رو روی خود 5 قرار میدیم و اوکی رو میزنیم. خب روش کار ما به چه شکلی است؟ حالا یک مقدار من زوم کنم که بهتر بتونیم چارت رو ببینیم. من یک مقدار کوچکتر کنم. خب روش کار ما به چه شکلی است؟ خط هیستوگرام مکدی رو ما اگه بخوایم دقت کنیم، موقعی که قرمز رنگ هست یا زیر نقطه 0 هست برای ما فقط پوزیشن های فروش رو میگیریم و موقعی که بالای خط 0 اومدیم و سبز رنگ هستیم ما فقط پوزیشن های خرید رو انجام میدیم. از RSI چه استفاده میکنیم؟ موقعی که ما به ناحیه زیر 5 میریم و خود مکدی ما برای مثال سبز رنگ هست و یک حرکت رو برگشتی رو بالا رو داریم و خط مووینگ اوریج زرد رنگ رو بالا میشکنیم، ما برای ما به عنوان یک سیگنال خرید به حساب میاد. برای مثال اینجا رو اگه بخوایم نگاه کنیم، تقریبا میشه گفتش که به نقطه بالای 0 یا هم نقطه 0 رسیدیم و اینجا از ناحیه زیر 5 ما یک حرکت برگشتی رو بالا رو تجربه کردیم و توی این کندل ما یک سیگنال خرید رو دریافت کردیم. کاری که انجام میدیم به این شکل هستش که توی همین کندلی که سیگنال خرید رو دریافت کردیم ما زیر سوینگ رو به عنوان استاپ قرار میدیم و دنبال یک آربار 1.5 میگردیم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید اینجا آربار 1.5 ما تاچ شده، یعنی تیپی ما تاچ شده. خب برگردیم عقب، اینجا یک سیگنال فروش رو ما دریافت کردیم، ولی موقعی که ما میایم مکدی رو نگاه میکنیم مکدی ما سبز رنگ هست، پس اینجا پوزیشنی برای ما صادر نشده. اینجا تقریبا میشه گفتش که سیگنالی رو ما نداشتیم. چرا؟ چون ما ناحیه 95 رو بالا یا ناحیه 5 رو از پایین رو به بالا نشکستیم. درسته اینجا از پایین رو به بالا شکسته شده، ولی چون خط مکدی ما و هیستوگرام ما قرمز رنگ هست ما سیگنالی رو دریافت نکردیم. خب اینجا قرمز رنگ شده هیستوگرام و سیگنالی رو دریافت نکردیم. اینجا
جایی هستش که برای ما سیگنال صادر شده. صبر می‌کنیم تا خط RSI، خط مووینگ اوریج رو بالا بشکنیم، ولی دقت داشته باشید حرکتی که داشتیم تقریبا به ناحیه اشباع داریم نزدیک میشیم. یعنی ما باید سعی کنیم توی ناحیه‌ای که داریم پوزیشن می‌گیریم هولوش 50 RSI باشه. خب اگه اینجا هم حتی ما میومدیم پوزیشن میگرفتیم، برای مثال همینجا و دنبال یک آربار یک‌یکانی میگشتیم، ما تقریبا تونستیم آربار 1 رو بزنیم، 1.5 رو TP رو نتونستیم TP 1.5 رو بزنیم. یعنی نشون میده که این روش خیلی خوب توی این مسیری که واقعا یک مسیر تریدینگ رنج بود و برای ما سیگنال های خوبی صادر نشده بود، میتونستیم سیگنالی رو یا دریافت نگیم و سیگنال هایی که دریافت کردیم با سود بسته شدن. خب بریم سیگنال های بعدی رو هم بررسی کنیم. اینجا بالای خط 95 رسید، ولی چون مکتی ما سبز رنگ هست سیگنال خریدی رو ما دریافت نکردیم. اینجا هم به همین شکل، یعنی ما تقریبا اینجا میشه گفتش که رسیدیم به ناحیه 95 و یک حرکت برگشتی رو داشتیم. پس اینجا میتونیم یک سیگنال فروش برای ما به حساب بیاد. من این رو یک مقدار بزرگترش کنم که بهتر دیده بشه. تقریبا به ناحیه 95 رسیدیم توی همین کندل ها. اینجا رو به عنوان نقطه ورود خودمون قرار میدیم، بالای اون رو استاپ لاس قرار میدیم و دنبال یک آربار 1.5 میگردیم که میشه گفت توی همین کندل آربار 1.5 ما زده شده. خب اینجا رو هم بخوایم بررسی کنیم، مشاهده می‌فرمایید که به ناحیه زیر 5 رسیدیم، ولی چون مکتی ما قرمز رنگ هست ما سیگنالی رو دریافت نکردیم. قبل از اینکه بریم ادامه استراتژی رو خدمتتون عرض کنم، توصیه میکنم حتما به کانال سر بزنید. استراتژی بسیار جذابی رو توی کانال قرار دادم که میتونه واقعا به روند سودآوری شما کمک کنه. آخرین پستی که راجع به این استراتژی عالی و بر اساس هوش مصنوعی بود رو قرار دادم، حتما نگاه کنید. واقعا استراتژی بسیار جذابی است و سیگنال‌های بسیار خوبی رو به ما میده. یکی دیگه از پست‌هایی که به نظر من میتونه برای شما خیلی جذاب باشه، سود 400% در 73 معامله است که به نظر من واقعا استراتژی بسیار جذابی که متاسفانه خیلی مورد توجه قرار نگرفت. توصیه میکنم حتما همه استراتژی‌ها رو نگاه کنید. سومین استراتژی شخصی خودم رو حتما نگاه کنید و سعی کنید اون استراتژی‌هایی که بر اساس روش شما هست و میتونه به روند سودآوری شما بیشتر کمک کنه از اونها استفاده کنید برای اینکه سودآوری خودتون رو افزایش بدید. خب بریم یه سری هم به چارت طلا بزنیم روی تایم فریم 5 دقیقه و ببینید سیگنال هایی که به ما داده به چه شکلی هست. اینجا تقریبا خط 5 رو بالا شکسته و اینجا وارد ناحیه‌ای شدیم که میتونستیم سیگنال بگیریم، ولی چون خط هیستوگرام مکتی ما منفی هستش و قرمز هست ما اینجا پوزیشن رو دریافت نمی‌کنیم. همینجا هم به همین شکل هست، یعنی عمده پوزیشن هایی که به ما داده پوزیشن هایی هستن که خود هیستوگرام تونسته اونها رو برای ما جدا کنه. خب اینجا یک سیگنالی رو تقریبا میشه گفتش که دریافت کردیم. بعد همینجا به زیر ناحیه 5 رسیدیم و خط مووینگ اوریج رو RSI اومده رو بالا شکسته و اینجا ما وارد پوزیشن خرید شدیم. دقیقاً توی همین کندل اینجا رو به عنوان استاپ لاس قرار میدیم و دنبال آربار 1.5 میگردیم که میشه گفتش که توی همین کندل TP ما زده شد. خب اینجا رو هم اگه بخوایم نگاه کنیم مشاهده می‌فهمیم که به ناحیه بالای 95 رسیدیم و یک حرکت ریزشی رو داشتیم، ولی چون هیستوگرام ما سبز رنگ هست ما اینجا پوزیشن رو دریافت نکردیم. اینجا دقیقاً جایی هستش که ما یک پوزیشن خرید رو دریافت کردیم و خود هیستوگرام اجازه نداده به ما که پوزیشن رو بگیریم، وگرنه واقعا پوزیشن بسیار جذابی میشد. خب بقیه پوزیشن ها هم دیگه فکر میکنم خودتون بتونید کامل تشخیص بدید. برای مثال اینجا به ناحیه زیر 5 رسیدیم، یک حرکت برگشتی رو داشتیم، تقریبا میتونیم بگیم که هیستوگرام ما سبز رنگ شده و پس اینجا رو میتونیم به عنوان یک سیگنال خرید دریافت کنیم و دنبال یک آربار 1.5 بگردیم که مشاهده فرمایید اینجا تقریبا تونستیم آربار 1.5 ما زده شده. حالا خیلی از دوستان دنبال TP 1 هستن، دنبال TP 1 باشین به راحتی میتونید پوزیشن های بسیار خوبی رو بگیرید. پس ما امروز اومدیم نزدیک 6-7 تا پوزیشن گرفتیم که فکر میکنم که یکی از اونها با استاپ لاس بسته میشد. برای همین اساس توصیه میکنم حتما از این روش استفاده کنید چون میتونه واقعا به روند سودآوری شما کمک کنه. اگه تا اینجا با من همراه بودید لطفاً لایک رو بزن، نظرت رو راجع به این استراتژی به من بگو و یادت نره مطالب رو برای دوستات بفرست.